عزیزالله لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان روز چهارشنبه گفته بود که آقای اسماعیل خان زمینی به ارزش 70 میلیون دلار را غصب کرده است. این ادعای آقای لودین منجر به واکنش شاروال هرات شد. عزیزالله لودین رئیس این اداره گفته است که اسماعیل خان این زمین را غصب کرده، زمینی که از سوی صاحب اصلی آن عبدالمجید خان زابلی از سرمایه‌داران متوفای پیشین افغانستان به معارف و تحصیلات عالی اهدا شده بود. چون اعتراضات بسیار زیادی سر مقامات بالا شد و من اینطور احساس کردم که جایی که گناه از یک دست است نباید دست دیگه پرسن. بله نام گرفتم اسماعیل خان. خود سارنوال هرات نوشته کرده که یک قسمتش به تصرف شاروال موجودی هرات است، یک قسمتش به نام اسماعیل خان وزیر آب برق است، یک قسمتش به نام خانم اسماعیل خان قواله شده. اینا نوشته کردن در دوسیه که روان کردن برای ساروالی. در مذهب من استعفا نوشتن است، دو حال است، یا همیت پیش میبرم یا کشته میشم، یا ایست که رئیس جمهور بر من میگه برو خانه خود بشین. او هم افتخارت میدانم، کشته هم شدم افتخار خود میدانم. اما محمد سلیم ترکی شاروال فعلی هرات و از اعضای خانواده عبدالمجید خان زابلی گفته است قطعه زمینی که توسط آقای لودین از آن نام برده شده خانه فعلی اسماعیل خان در مرکز شهر هرات است و این خانه پیش از این از مرحوم عبدالمجید خان زابلی بوده است که به طور میراثی به خدیجه زابلی دختر عبدالمجید خان زابلی تعلق میگیره. آقای ترکی گفته است که پس از پیروزی مجاهدین در افغانستان خدیجه زابلی از اسماعیل خان خواست تا به طور هبه این خانه را بپذیرد، اما توسط اسماعیل خان رد شد، ولی سپس خدیجه زابلی گفت من این خانه را به خواهرم هدیه میدهم. به گفته آقای ترکی منظور از بیان خانم خدیجه زابلی خانم اسماعیل خان بوده و او این خانه را به طور هبه به مادر میرویس صادق اهدا کرده است. به عنوان خانواده زابلی میخوایم خدمت شما بگم که امیر اسماعیل خان چور نکرده، امیر اسماعیل خان چپاول نکرده، امیر اسماعیل خان تقاضا نکرده. با پاس و حرمت مجاهدتی که امیر صاحب اسماعیل خان در طول جهاد صادقانه جهاد کرد، دختر عبدالمجید خان که عمه بود و کلان فامیل ما بود، برای امیر صاحب پیشنهاد کرد که تو برادر ای دنیا او دنیا منی، ما حاضرم که اینی جایداد خود برای تو بخشش بکنم، هبه بکنم. ولی اصرار شخصا امینه که دختر عبدالمجید خان زابلی هست، برای ازی گفت اگر نگیری من از تو دق میشم. ولی باز هم اصرار فامیل زابلی بر ای بود که گفت اگر تو نگیری ما حاضرم که امیر به نام خواهر کنم که مادر شهید میرویس صادق. آقای ترکی همچنان گفت که اسناد کافی در این زمینه در محاکم موجود است و همچنان در مورد موجودیت دوسیه‌ای در این زمینه در سارنوالی هرات گفت که هیچ نوع دوسیه‌ای در سارنوالی هرات موجود نیست تا بیانگر جنجالی بودن خانه فعلی آقای اسماعیل خان باشد. سارنوالی هرات نیز تاکنون در این زمینه واکنشی از خود نشان نداده است. آقای ترکی در مورد ادعای وقف این زمین به معارف هرات گفت که این یک ادعای محض است و آقای عبدالمجید خان زابلی دو زمین را به معارف و تحصیلات عالی وقف کرده که خانه فعلی آقای اسماعیل خان شامل آن نمی شود. مرحوم زابلی در زندگی خود دو جایداد خود وقف کرده که جلالتمآب رئیس جمهور کشور ما 4 وزیر با قدرت و با صلاحیت فرستاده و در این مورد ریسرچ کردن، تحقیق کردن و اونا سرانجام دریافتن که عبدالمجید خان زابلی 2 جایداد خود در کابل وقف ملت شریف افغانستان کرده که یکی مربوط به معارف، یکی مربوط به صحت عامه است. در همین حال سید وحید قتالی نماینده مردم هرات در شورای ولایتی گفته است که موضوع اتهام با آقای اسماعیل خان یک برنامه و یا پروژه سیاسی است. مسئله شخص اسماعیل خان یا یک باغخانه نیست. سالهاست که دنیا از جریان زنده‌ای در حوزه جنوب غرب میترسه و سعی در انزوای از او داره. در گوشه گوشه از این کشور همیشه معامله کردند اما ما سیاست نکردیم. 10 ساله که ما فراموش کردیم که جواب خشونت با خشونت بدیم. ما بازسازی کردیم. تمام ارزش‌های دموکراتیک و مدنی شهر حاصل دستان زحمتکش مجاهدین شما هست.
چنانچه که خود امیر صاحب اسماعیل خان سکوت کرد، ما به مقابل قضیه غصب و رشوه ستانی ما هم سکوت میکنیم، اما میگیم که ما هوشیارتر از این حرفاییم که ما بیم خردگیری بکنیم به مبحثی که تو برای انداختی. این نخستین بار است که در سال جاری یک وزیر کابینه افغانستان به اتهام زمینخواری از سوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری متهم می‌گردد، هرچند که این ادعا از سوی نزدیکان آقای اسماعیل خان بی بنیاد خوانده شده است.